سلام به همه دوستان عزیز. دوباره اومدیم با یک end of the day روز 17 جولای. خب اگه بخوایم چارت یک ساعتی نزدک رو بررسی کنیم، تو تاریخ 11 جولای یک اسپایک داشتیم. اینو میتونیم پول بک و اینو لگ 2 در نظر بگیریم. چند تا از میجورامون هم همطوری که میبینین رفتیم زیرش و اینجا هم هایر لو میجور ترن ریورسال. احتمال خیلی زیاد که بخوایم نسبت به این حرکت یک لگ دوم داشته باشیم هست. اگه بریم داخل 5 دقیقه و زمین درستش، خب داخل چارت گلوبکس یا همون CFD و گلوبکس خودمون که 24 ساعت هست، همونطور که می‌بینین کاملا یک روند نزولی آغاز شده که باعث ایجاد یک گپ از روز قبل شده به سمت پایین. اگه کندل یک رو نگاه کنیم، بله این کلوز روز قبل بوده، این اوپن روز جدیده، گپش خیلی بزرگه. پس ما احتمال خیلی زیاد قرار باشه سایدوی حرکت کنیم تا به مووینگ اوریج چارت خود RTH بخوریم، یا اینکه دابل تاپ داشته باشیم و به سمت پایین حرکت کنیم. بالاخره یه دونه از اون الگوهای اوپن باید پیدا کنیم که بتونیم سوینگ روز رو ازش بگیریم. کندل یک بر بار، ترند بار داخل چارت گلوبکس یه دونه نیولو میسازه نسبت به این لو اینجا. کندل دوم دوجی بار، سیگنال بار واسه فروشنده ها، سیگنال بار ضعیفیه. احتمالی که خریدار این زیر باشن هست، بازار رو ساید وی حرکت کنن، ویج تاپ دابل تاپ، یا اینکه به مووینگ اوریج بخوریم. احتمالی که خریدار اینجا باشن هست. کندل شماره 4 بول بار، احتمالا بازار بخواد یه دونه حرکت دیگه سمت بالا انجام بده، یا دوتا جا یه ویج تاپ به ما بده، دابل تاپ به ما بده. ولی ویج تاپ اینجا چون امکانه این که این های شکسته بشه یا این لو شکسته بشه هست، احتمال زیاد دابل تاپ داریم، یا از همینجا پول بک و ترند فرام دو اوپن. کندل شماره 5 بول بار، دوجی بار، احتمال خیلی زیاد فروشنده ها بالاش باشن، بالاتر اسکیلینگ کنن. خب اگه کندل بیاد زیر این، احتمالی که ترند فرام دو اوپن داشته باشیم خیلی زیاده، فروشنده ها خیلی احتمال دارن زیر باشن و نسبت به گلوبکس چارت خیلی منطقی میشه که از اینجا بریزه تا اینکه بیاد و از اینجا بریزه، چون فکر نکنم بازار اگه بخواد به سمت پایین حرکت کنه دوست داشته باشه این چنل نزولیشو خراب کنه. همچنین نسبت به این لو و این های ما بادی گپ داریم. اگه ما این رو بندازیم داخل لاین چارت، همطور که میبینین نسبت به این لو و این های ما نمیبینیم چیزی که برخورد کرده باشه، ولی شادو اینجا داخل کندلستیک چارت شادو برخورد کردن. از گپ بادی گپ اوپن داریم، کندل شماره 7 بر بار، ترند فرام دو اوپن. میتونیم بحث هم کنیم نسبت به این و این دابل تاپ باشه. کاملا داخل روند نزولی قرار داریم و اگه این چنل لاینمونی پایین هم میشکونه، بریک میکنه این حرکت، احتمالی که فال ترو داشته باشه خیلی زیاده. اگه داشته باشه احتمالی که تا آخر روز تقریبا برترند باشیم زیاد میکنه و آخر روز تریدینگ رنج بشه. خب سه تا کندل متوالی بر بار پشت سر هم، کندل شماره 8 7 و 6 سه تا کندل متوالی، احتمال لگ 2 خیلی زیاد میشه. بازار تو اوپنینگ این بازار کلایمکتیک نیست، چون روند نزولیه و اگه بخوایم چک کنیم میبینیم که این ور تقریبا کلا تا
مقدار زیاد خوبی اصلا خبری نیست. پس این 3 بار میشه گفت که تا موقعی که این های اینجا تست نشده نمیشه کندلای کلایمکتیک در نظرش گرفت، بیشتر برکوته و احتمال خیلی زیاد اندازه گیری حرکت اگه بندازیم مارکت بخواد اینجا از اینجا شروع به پول بک کنه نسبت به این های و این لو سمت پایین. خب اینو شکونده به سمت پایین، احتمالی که مارکت بخواد از اینجا دوباره پول بک بزنه هست. 3 کندل بزرگ گپ بازه، تا مقداری که این گپ بازه ما میتونیم همچنان فعلا تا نیو لو اینو برترین در نظر بگیریم. کندل شماره 9 بول بار، احتمال خیلی زیاد فروشنده ها بالاش باشن، بالاتر اسکیلینگ کنن. کندل شماره 10 بول بار داره نزدیک میشه به های این کندل، احتمال که های این کندل تست بشه هست. ستاپ L1 تشکیل میشه و داخل کندل 11 و ستاپ L1 اون فعال میشه. کندل 2 جی بار، کندل شماره 12 کندل 2 جی بار، احتمالی که مارکت بخواد های این کندل تست کنه هستش و ببینیم چقدر از این گپ اوپن اینجا قرار پر بشه. کندل شماره 13 و این اگه گپ هر چقدر پر بشه میتونیم به عنوان یک میجرینگ گپ در نظرش بگیریم. کندل شماره 13 بولوار، ستاپ L2 باز 14 تشکیل میشه و های این کندل تست میکنه. احتمالی که خریدار فروشنده ها بالاش باشن بالاتر اسکیلینگ کنن هست. کندل شماره 15 بولوار، های این کندل کاملا فکر کنم الان تست میشه. بذارید من یه دونه تیک پی بزنم. های این کندل الان تست میشه، احتمالی که فروشنده ها بالاش باشن خیلی زیاده، نزدیک مووینگ اوریجیم. داخل چارت چیز هنوز به مووینگ اوریج نخوردیم. کندل شماره 16 بربار، ستاپ L1 L2 یا میتونیم وج تاپ L1 L2 L3 در نظر بگیریم. وج تاپ وج برفرک در نظر بگیریم. این گپ کاملا بازه، میتونیم این گپ اندازه گیری کنیم به سمت پایین ولی هنوز به مووینگ اوریج هم نخوردیم. احتمال که این لگ 2 داشته باشه زیاده، احتمال باید بریم به لگ 1 لگ 2 این، بعدش میجرینگ گپ، بعدش اندازه وج به سمت پایین. اینا رو میتونیم در نظر بگیریم. فالو تو رو کندل شماره 16 برکوت، 17 فالو تو رو، کندل شماره 18 بولوار، احتمالی که تریدینگ اینجا ساخته بشه زیاده تا موقعی که تست کنیم مووینگ اوریجو. احتمالی که فروشنده ها بالاش باشن زیاده، بالاتر اسکیلینگ کنن. کندل شماره 19 بربار، اگه یه کندل بول بار دیگه داشته باشیم اینجا، یعنی فالو ترو به سمت پایین نشه بشه، نیو لو نسازه، احتمال خیلی زیاد داخل تریدینگ رنج انوایرمنت قرار داریم. بعد ساب کوین به سمت بریک کنه، احتمال میدیم اگه به سمت بالا بریک کنه فیل بشه و احتمال به سمت پایین دوباره ادامه روندمون داشته باشیم. کندل شماره 20 بول بار، کاملا داخل تریدینگ رنج انوایرمنت قرار داریم. احتمالی که فروشنده ها بالاش باشن هست، پایین تر سیو سود کنن اندازه اسکلپ. کندل شماره 21 بربار، دوباره ستاپ L1 L2 از L2 فعال نشده ولی اینجا احتمالی که خریدار زیرش باشن هنوز تریدینگ رنج و این نیولو نسبت به این با بادی نساختیم، با شادو ساختیم. فعلا تا به کوت این بس ساب کنیم. کندل شماره 22 بول بار، احتمال خیلی زیاد فروشنده ها بالاش باشن بالاتر اسکیلینگ کنن. کندل شماره 23 تست مووینگ اوریج، داخل چارت فیوچر هنوز به مووینگ اوریج نرسیدیم، احتمال خیلی زیاد خریدار زیرش باشن.
کاملا تریدینگ رنج. کندل شماره 24 25 خیلی این حرکت بازار خیلی عاده، نمیدونم یه جوریه. کندل شماره 25 دوباره 2 جیبار، احتمال زیاد فروشنده وارد بشن دوباره های تریدینگ رنج. اگه این کندل تریانگل داریم، 1 پوش، 2 پوش، 3 پوش، این پوش چهارمه به سمت پایین تریانگل، یا یک نووژ داریم. بالاخره بازار 3 بار حرکت کرده، 3 بار تلاش کرده یه کاری انجام بده، 1 2 3 یا 1 2 3 یا حتی 4 بار فیل شده. احتمال که دوباره به سمت پایین بریک کنیم هست، چون این خیلی برکود موده. راستی سینو نیا کنین، عاده جوریه. کندل شماره 26 27 داخل کندل شماره 27 بالاخره بریک کردیم. کندل شماره 28 فال تو رو، احتمالی که میشه لگ 1 لگ 2 به سمت پایین بریم. این آدز باز بودن این داستان هنوز میجرینگ گپش این اوکیه، هنوز میجرینگ گپ این نسبت به این های یا این های، و این نسبت به این لو و این های و این های، چون بادی گپ داریم یا این های بادی گپ داریم، همچنان گپ همون بازه، ولی احتمالی که خریدارا شروع کنن داخل نیولا اینجا رو بخرن و داخل اینجا با لیمیت اوردر بخرن، پایین تر اسکیلینگ کنن و بالاتر سر خارج بشن، زیاده استریت پترن معامله کنن. بعد دیدن این داستان اینجا کندل شماره 29 سیگنال رو برسه خریدارا، احتمال خیلی زیاد 3 تا کندل نزولی پشت سر هم نیولو ساخته. کسایی که اینجا وارد شدن با لیمیت اوردر که استریت پترن معامله کنن سر اینجا خارج بشن و دوباره بازار به سمت پایین بره. کندل شماره 30 بول بار، احتمال خیلی زیاد فروشنده ها هستن بالاش تو که روزش بازار پایین تر ببرن. اینو اینجا اصلا به عنوان ستاپ با اینجا در نظر نگیرین اینو، چون خیلی غیر منطقیه، کاملا زیر مووینگ اوریجیم واسه خیلی بار تو این نیولو هستیم. احتمالی که این قضیه 3 تا لگ 4 تا بار پشت سر هم داریم، احتمالی که لگ دوم بده هست، احتمال لگ دوم اینم هست. بذار لگ دوم این اصلا در چیز بگیریم، گیری کنیم کجا میرسه که این احتمال داره به اینجا برسه هستن، چون لگ دوم این اندازه‌گیری حرکتش کامل نشده. احتمالی که پایین تر بریم هست. این دو ستاپ خرید در نظر نگیرین که پایین تر اسکیلینگ کنین، کاملا هنوز داخل برترندیم. کندل شماره 31 29 30 31 سیگنال بار اینتری بار نیست، احتمالی که فروشنده این زیر باشن هست. 32 بربار، 33 دوره نیولو میسازه، احتمالی که خیلی باز اینجا با لیمیت اوردر وارد چند پایین تر اسکیلینگ کنن هست. سر این احتمالی که خریدار اینجا وارد بشن و این لو رو تست کنن هست. کندل شماره 33 تی پی ها و لیمیت اوردر فروش بالا این کندل احتمال خیلی زیاد میتونیم پیدا کنیم. کندل شماره 35 بربار، کندل 36 دوباره نیولا ساخته ویج باتم. آیا اینو با ویج در نظر بگیریم؟ نه، هیچ فشار خریدی به جز این تیکه ماجرا نمیبینیم. هنوز یه دونه از میجورهای هامون هم زده نشده، کلا هیچ چیز قوی واسه خریدار نمیبینیم. اینو ویج نمیتونیم در نظر بگیریم فعلا تا اینکه یه چی ببینیم واسه خریدار فشار خریدی، چند تا کندل متوالی، حتی چند تا کندل متوالی کوچیکی، یه چیزی بالاخره همش سیاه نباشه، اینجا 4 5 تا مثبت پشت سر هم ببینیم، یه اتفاقی واسه خریدارا بیفته. و یعنی ویج در نظر نمیشه گرفت. کندل شماره 37 38 بازار داره از مومنتوم بازار کم میشه، احتمالی که خریدارا دوباره توی این نیولو اینجا خرید کردن
و بازار به سمت بالا رفته. یعنی چی؟ یعنی کمتر فروشنده ها مایل بودن داخل این قیمت بفروشن، واسه همین که پایینتر خریدار بتونه پیدا کنه احتمالش خیلی زیاده. کندل شماره 39 بربار، احتمال کسایی که اینجا خریدن پایینتر اسکیلینگ کنن هست، پس خریدار زیر این ممکنه وجود داشته باشن. کندل شماره 40 دوجی بار. کندل بعدی خیلی مهمه چون کسایی که تو این نیولو خریدن سرنوشت اینا رو تعیین میکنه و همچنین داخل این تیکه، داخل بار، تو این بار 38 دیدیم که موقعی که خریدار رو رفتن تو یه نیولو ساختن، نیولو با لیمیت رو خریده شد، چه اتفاقی افتاد؟ مارکت اومد سمت بالا. یعنی مثل اینجا نبود که مارکت بیاد سمت پایین بعد بره سمت بالا. یعنی مقدار خریدارا اینجا خیلی بیشتر از فروشنده ها بود. واسه همین از این کندل میتونیم تقریبا تشخیص بدیم که از اینجا تقریبا وارد تریدینگ رنج قرار بشیم و انگار احتمالش کجا بالا ببره؟ کندل بعد از این کندل شماره 41. یعنی اگه یه بولوار ببینیم احتمالی که اینجا وارد تریدینگ رنج بشیم زیاد. اوکی، کندل شماره 41 بولوار، کاملا دوباره خریدار قدرت در دست گرفتن. احتمال یکی از این های یا این های تست بشه هست و همچنین نسبت به این لو و این های ما بادی گپ داریم. احتمالی که این بادی گپ اینجا هم پر بشه زیاده. مووینگ اوریج هم تست میشه با کندل شماره 42 و این بادی گپ نسبت به این لو و این های کاملا تقریبا میشه گفت داره پر میشه و مووینگ اوریج تست شده و الان باید ببینیم که چه بلایی سر مووینگ اوریج بریکش میکنه یا قرار برگرده. ولی یه دونه از این نیولو هامون هایامون زده شده، احتمالی که تریدینگ رنج اینجا بشه هست و تا آخر بازار تریدینگ رنج باشیم. یه چیز دیگه هم باید چک کنیم که چقدر اومدیم تو روز پایین. خب اوکی 26 فکر کنم اندازه رنج روزانه بین همون 22-23 اینا باشه. بذاریم من میتونم اینجا چک کنم براتون. اینجا نوشتمش فکر کنم، چون دارم یه چیزی که چک کنم. نه نیست. اوکی. بیام اینجا میتونم فکر کنم اینجا میتونیم چک کنیم با هم دیگه. خب و اینو بندازیم روزانه و 25.7 و ببینم این چنده چیزش 14 درسته 25.7 اندازه رنج روزانه رو تقریبا هم رفته. پس احتمالی که اینجا میشه احتمال رنج بودن هم داد تا آخر مارکت. کجا بودیم؟ چیز که نکرده. آخه اینجا نبودیم ما، اینجا بودیم. آره اوکی، بذار من برش گردونم دوباره ویدیو رو استارت. خب اوکی، من چارت درستش کردم. کندل شماره چند بودین؟ کندل شماره 41 این بود. درست از همین بود. 40 آره 41 درست. 41 بول بار. 42 هم که 42 هم دیدیم گفتیم مووینگ اوریج تست کرده و گفتیم اینجا تو کندل 43 ببینیم چه اتفاقی واسه مووینگ اوریج میفته. دیدیم بریکش نکرده، پس احتمال خیلی زیاد فروشنده زیر باشن و اگه نیولو نسازن احتمالی که و تریدینگ رنج بیهیویر ببینیم، احتمالی که گفتیم اندازه رنج روزانه هم کاملا رفته، احتمالی که تریدینگ رنج ببینیم زیاد میشه. کندل شما 43 44 بر بار
بیگ آپ بیگ داون، احتمالی که خریدارا دور زیرش باشن پایتر اسکیلینگ کنن هست. جالبه که خیلی اینجا رو با لیمیت اوردر گرفتن و این شادو رو درست کردن خریدارا. احتمالی که خریدارا زیر این باشن هست بشه کندل شما 46 بولوار. خب بیگ آپ بیگ داون بیگ آپ کاملا منطقیه که الان تو تریدینگ رنج قرار داریم، کاملا این لو شکسته نشده، کندل خیلی قویه. پس احتمالی که اینجا دوباره توی یک سوم بالای فروشنده باشن هستش، دوباره لیمیت اوردر میفروشن و دوباره وسط تریدینگ رنج اینجا اسکلپ خارج میشن. احتمال خیلی زیاد دوباره اگه برن زیر خریدارا پیداشون بشه. کندل شماره 48 سیگنال بار، همونطور که میبینی یه بار مووینگ اوریج خورده، یک بار مووینگ اوریج رو رد کرده. من احتمال میدم بالای این خریدارا باشن و دوباره اینجا فروشنده ها سعی کردشون پیدا بشه. کندل شماره 49 بولوار، چقدر احتمال داره به سمت بالا بریم؟ کم. چقدر احتمال داره سایدوی بشیم؟ زیاد. پس اینو میتونیم در نظر بگیریم لگ 1 لگ 2 سکند لگ ترپ اگر کندل فالتون نداشته باشه. کندل شماره 50 بیگ بیر بار، پس میشه این گفت لگ 1 لگ 2 ترپ میشیم. های این کندل تست میشه این پرایس و مارکت فعلا داخل تریدینگ رنج، ما باید اینجا رو بفروشیم و این های تریدینگ رنجمونه فعلا. قبلا این بود الان اینه و اینم لوش فعلا مشخص شده، هایش هم تا اینجا مشخص شده. پس ما داخل یک سوم بالا اینجا میفروشیم، یک سوم پایین اینجا میخریم. این وسط میتونیم پارشال پرافیت بگیریم یا خارج بشیم. کندل شماره 51 میاد و لو این کندل تست میکنه. احتمالی که بخوایم لو این کندل تست بشه و اینجا هم تست بشه هست و این لو این کندل جالبه که میفته داخل یک سوم پایینیش. کندل شماره 52 بولوار، احتمال خیلی زیاد وسط تریدینگ رنجیم، همیشه 50 50 احتمال داره بره به سمت بالا دوباره اینجا، احتمال داره به سمت پایین بره. کندل شماره 53 بیر بار، احتمال خیلی زیاد خریدار زیرش هستن پایین تر اسکیلینگ میکنن. کندل شماره 54 یک بولواره که ترند بار نیست، بالای وسطش بسته نشده، شده بالش هم بزرگه، احتمالش که زیاد بشه 1 2 3 زیرین بیاد خریدار زیرین باشن هست. کندل شماره 55 بیر بار، خریدارها احتمالاً هستن قیمت رو بالاتر ببرن تا یک سوم بالایی که فروشنده ها بیان. تا این بیهیویر کاملا مشخصه، کندل ها خیلی داخل هم دیگن، تمام حرکت های بزرگ دارن فیل میشن و این تو تریدینگ خیلی لاکی بودیم که همچین چیزی دیدیم، یعنی وج باتم دیدیم که بتونیم لو بخریم. 57 سیگنال بار واسه فروشنده ها اصلا برامون مطرح نیست، کاملا یه تریدینگ خیلی دیسنت داریم و تمام حرکات رفتار تریدینگ اینجا کاملا میشه ببینید تمامشو، یعنی تمامشو هر چی پرایس اکشن واسش تعریف داره داخل تریدینگ اینجا میشه دیدش. واسه همین سیگنال بار رو مطمئن از زیرش نمیفروشیم، رو زیرش میاد، اگه بیاد زیرش میاد تو بای زون احتمالا میخریم. کندل شماره 58 بولوار، دوباره رفتیم یه سوم بالایی، فروشنده ها بالاش هستن بالاتر اسکیلینگ میکنن. کندل شماره 59 حالا این مثلا دیسنت زیاد میتونی زیرش بفروشی بگیری 1 2 3 یا 1 2 سکند لگ ترپ یا 1 2 3 به سمت بالا به اشتاپ اینجا بفروشی. داخل یک سوم بالاییم، احتمالی که فروشنده مارکت دست بگیرن هست. کندل شماره 59 60 کندل شماره 60 61 ماکرو دابل تاپ، دو تا سیگنال بار، احتمالی که فروشنده زیرش باشن هست. کندل شماره 61 این بود، 62 63
بر شادوهای پرماننت، شادو به شدت بزرگ، ترینیج بیهیویر 100%، وسط ترینیج همه چی 50-50، 64 بربار، خریدار زیر 60 هم پایین تر اسکیلینگ میکنن، 65 بربار، 66 بولبار نیست، ترند نیست، شبیه میمونه. احتمالی که کویک اسکلپ اینجا بالاش وسط ترینیج خارج بشن هست. کندل شماره 67 بربار، خریدار زیر 60 هم پایین تر اسکیلینگ میکنن من که برکوت اتفاق بیفته. 69 بربار، 80% بریکوت ها بالا پایین فیل میشن، بالا فیل میشن، پایین فیل میشن. و کندل شما 69 خیلی ترینیج بیهیویر پرمننت تیل، همه دوجی یا عالم دوجی، حرکات بزرگ فیل، اصلا تا ابد ترینیج. کندل شماره 70 دوجی بار، اگه اینجا لیمیت اوردر کاشتین نکاشتین و کوچیک‌تر وارد شین، چون استاپتون خیلی پایین تر، اینجا استاپ منطقه ترینیج خیلی پایینه. 71 بولبار، رفتیم دوباره 1/3 بالایی، فروشنده بالاش هستن بالاتر اسکیلینگ میکنن. 72 دوجی بار، 73 سیگنال بار واسه فروشنده ها، توی 1/3 بالای این تیکه احتمالی که فروشنده ها باشه حتما هست، این تیکه خریدارا هستن، پس لیمیت اوردر میتونیم بالا بکاری بالا لیمیت اوردر. حالا اینجا یه چیزی مطرح میشه که با استاپ اوردر هم میشه اینجا پول در آورد. خب نگاه میکنیم کسی که این بالا خریده پول در آورده، کسی که این بالا خریده پول در آورده، کسی که این بالا خریده پول در آورده، پس میشه استاپ اوردر معامله کرد. کسی که این لو رو فروخته، این لو رو فروخته، این لو رو فروخته، آره پس میشه اینجا پول در آورد استاپ اوردر. پس منطقیه که استاپ اوردر اینجا بکاریم، ولی اینجا نه، تو این تیکه نه، تو این تیکه منطقی نیست، همش لیمیت اوردر. بعد اگه کسی اینجا خواست معامله کنه همش لیمیت اوردر، اینجا جفتش میشه معامله کرد. کلا خیلی ترینیج باحالیه، یعنی سیگنال بار به ما میده، ویج به ما میده، الگو ریورسال میده، خیلی باحال. کلا ترینیج باحالیه، اذیت نمیکنه زیاد. یعنی اگه بخوایم میگرفتیم از اینجا اینو می‌خریدیم، اینجا می‌فروختیم، اینو می‌فروختیم، اینجا می‌خریدیم، اینو می‌خریدیم، اینجا می‌فروختیم، همش جواب میداد. خیلی ترینیج جوابی بود در کل. کندل 73 74 بربار، 75 دوجی بار، 76 بولبار، فروشنده بالش هستن، من اینکه بریکوت اتفاق بیفته. 77 بربار، 78 بربار، بریکوت اتفاق میفته. کندل بعدی مهمه، کندل بعدی بریکوت فالو ترو بده. 78 79 80 و 81 مارکت هم بسته میشه. خب اگه بخوایم تو روز بررسی کنیم این داستانو که چه اتفاقی افتاد، میشه گفت تقریبا ترند فراند اوپن داشتیم. اگه میتونیم بررسی کنیم، انگار بحث کنیم سر اینکه آقا این تاپ با این تاپ دابل تاپ و داستانه، ولی اینجا دابل تاپ میره تو بخشی که بازار دنبال چیز میگرده، دنبال ساپورت اند رزिस्टنس میگرده. یعنی اینجا مارکت دنبال ساپورت اند رزिस्टنسی نیست، همون اومده تاپ پوینت، ولی خب میشه اینو توی بحث دابل تاپ هم در نظر گرفت. بریکود مود هم که شکلی که تعداد بار حداقل 10 تا بار باید باشه تو بریکود مود، که مثلا تو بریکود مود ترینگ اوپنینگ رنج در نظرش بگیریم. پس این ترند فراند اوپن منطقی تر بذاریمش. ترند فراند اوپن داشتیم با یک دابل تقریبا دابل تاپ، وج یا وج بر فلگ
یا 2 تا برفک، یعنی L2 برفک، یعنی 1 2. در کدوم دوست داشتید میتونید این رو ببینین. و اینجا تریدینگ رنج، این تریدینگ رنج چند تا چیزشه، 10 تا بار، یعنی 10 تا دیگه ادامه میداد یه اتفاقی میافتاد، ولی 10 تا باره همچنان برکود مود در نظرش میگیریم و آدز به نفع فروشنده های. و چند تا کندل متوالی. امروز به میزان سختیش من از 1 تا 10 بهش 1 میدم. خیلی آسون بود امروز، خیلی خیلی آسون بود. یعنی هر کار میکردی سود میکردی، فقط نباید ریورس میکردی. امروز به شدت آسون بود. تقریبا هیچ ترپی نداشتیم، به جز این هیچ ترپی نبود. اینم خیلی واضح بود تو تریدینگ رنجیم، هر کی اینجا ترپ شده بود واقعا به جز این ترپ نبود. و دیگه بعدش انگار تقریبا تریدینگ رنج داشتیم. تریدینگ روز تریدینگ رنج بود. 2 تا تریدینگ رنج داشتیم، چند تا سوینگ، بگیم یه دونه سوینگ، 2 تا سوینگ، 2 تا تریدینگ رنج، 2 تا سوینگ، 2 تا لگ، 2 تا تریدینگ رنج. و کسایی که اینو سکند لگ ترپ اینو دیدن دست خوش، خیلی خیلی قشنگ بود. کسایی که اگه اینو سکند لگ ترپ در نظر گرفتن، این کندل نخریدن، ترپ نشدن. ولی خب باز اگه اینا اینجا کسایی که ترپ شدن و پایینتر اینجا اسکیلینگ کردن و اینجا سر خارج شدن، اینا خیلی دست خوش. دیگه بخوام بررسی کنم، کسایی که کلا اینو ایگنور کردن دست خوش، یعنی این شکلی دیدن تا موقعی که این تشکیل شده یا این تشکیل شده کلا میگن خداحافظ، مارکتو نبینن، دمشون گرم. و کلا خیلی روز آسونی بود، خیلی 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 روز آسونی بود. یعنی از فاکتورهای سختی من واسه یک روز هیچ کدومو نداشت. و اینکه همین دیگه، امیدوارم از این ویدیو استفاده لازم برده باشین. امروز روز کم توضیحی بود. چرا؟ چون روز آسونی بود، هر جا هر کار میکردی سود میکردی. یعنی فقط به بازار باید نگاه میکردی، میذاشی بازار کار خودشو بکنه تا سودتو برداری. و اگه دیدین جایی که سخت بود میتونین منشن هم کنین، بگین اینجا چرا اینطوری شد. ولی من هیچ جای سختی توی مارکت نمیبینم، همه چیز خیلی منطقی، خیلی خیلی منطقی و درست بود. تا فردا بدرود، معاملاتتون پرسود.